در عرب چگونه که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه داشتند، چه تاریخ ناخوب داشتند، چه زمانی بی نهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبری خدا تولد شدند، چگونه معامله میکردند. یکم، خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به إلا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شد، یعنی می گفتن که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر می گویند. خدا می گوید وقتی که به اینها خبر داده می شد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا میگوید در حال چهره این مرد سیاه میشد، و هو کظیم، و چنان غضبناک میشد و چنان چهره وی سیاه میشد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به. خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد، در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید، در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمیتوانست از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب. خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون. خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوب کردن، چه حکمی زشت را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت به قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنیم در سوره تکویر پاره 30 از قرآن
آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده بزنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه. خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دوسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده بزنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت. ای دخترک، این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و با او شکایت کردم: ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من با اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتند، رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا، من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سری هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیتی تو را می بخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردن که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند اونها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتن همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجری همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجری همونی هست که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جا نکردن. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم، برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنین که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتابهای معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبری خدا، چه دهیه کلبی در زمان پیغمبری خدا حیات به سر می برد. میگوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت.
700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دحیه کلبی کار میکردن، روز به سر میبردن. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان که اینها خیلی نفوذ کلان داشتن در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چنین پیغمبر در حق دحیه کلبی دعا میکرد خدایا دحیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردم زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دحیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دحیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردند که دحیه کلبی با آب چشم با قدمهای کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دحیه کلبی رسید درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دحیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دحیه کلبی. در حال آن چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگم مالیدند و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دحیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دحیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبر خدا من 60 سال حیات خدا در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبر خدا حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس، اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن. این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد گفت ای پیغمبر خدا به دحیه کلبی خبر بده، به دحیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند
و این بشارت را به دحیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دحیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تاریخ ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر، چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر اینها قدر و قیمت نداشتند. در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلی مودودی هست